یک روز سرد زمستانی در حالی که خواب ناز می‌دیدم یهو از خواب پریدم. باید چک می‌کردم که من پراید دارم یا نه، که نداشتم. پس دنبال پراید گشتم تو اینترنت، تمام سایت‌ها رو گشتم، اما هیچ پرایدی به پول من نمی‌خورد. من خیلی پولم کم بود. با 5 میلیون آخه کی میتونه پراید بخره؟ گشتم تمام سایت‌ها رو گشتم. کم کم داشتم ناامید می‌شدم که یهو به ذهنم اومد که برم نقشه گنج پرایدا رو پیدا کنم. رفتم گشتم داخل اون نقشه ها و بالاخره چشمم به یه نقشه خورد. نقشه پراید تخمی. خب حالا باید آماده بشم، ماسک قهرمانیمو بذارم و برم دنبالش. اما همینطوری خالی که نمیشه. نقشه برای اینکه راه گم نکنی، شورت مردانه برای اینکه خودت ماشین برای اینکه داخل پاچت نکنی، کیف پول برای اینکه کاربردی نداشت. نه ماه بعد فایده نداره، باید برم یه ماشین پیدا کنم. در حالی که سرگردان داخل بیابان ها بودم چشمم بهش خورد. بالاخره پیداش کردم. باز نمیشه. دام شاکلی داریم دام. بیا تو دم در بد رو پادت. سلام. و بله دوستان، اینم از پراید 5 میلیونی که پیداش کردم و خوشحالم براش، ولی میخوام اول از داخل شروع کنم، برعکس بقیه ویدیوها که بیرون شروع میکنم. همینطوری که میبینید یه فرمون داره که یکی گازش زده و قدیمیه، واقعا چیز خاصی نداره. این فرمون گرد قدیمیات، فرمون بنز. کیلومتر شمارش تا حدودی سالمه، نمیشه گفت تا حدودی، ولی خب نگاه کن چقدر رفته. 341,000 تا رفته. به من گفته بود 340 تا، ولی خب موردی نیست. ضبط نداره، یعنی هیچ گونه سیستم صوتی نداره، اسپیکراش هم خرابن. اینم گرفته بودم قبلا بزنم بهش که فاکینگ کار نمیکرد، یعنی منظورم اینه که سیستم صوتیش کار نمیکرد، وگرنه این بدبخت جونش خودشو کند، زور خودشو زد. اینقدر کثیف لامصب نمیدونم از کجا شروع کنم، چون همینطوری که تبلیغ طوری بود، یعنی طور نبوده. یا ابوالفضل کی داشته اینجا جق میزده همیزن. اوه 5 تومن سود کرد. یعنی الان میشه 4 میلیون، نه 40 میلیون. اوه شیت. این نمیدونم چیه، گفته فکرم مال گیره بوده که شکسته. بعد این دستمال کاغذی اینو خودم وصل کردم، مال دوربینمه. اینم از آینه است، دوباره اینو خودم وصل کردم چون که من چشم راستم تنبله، برای همین دیدی به آینه راست ندارم که اینم آینه راستش اصلا کسی میتونه ببینه، هیچ کس نمیتونه ببینه. برای همین من اینو گرفتم که اصلا اینجا چشامنه، من قشنگ هم سمت راستمو میبینم هم پشت سرمو راحت میبینم دیگه. سمت چپم هم دیگه اینجاست. ایتس اوکی. پایین پدال ها رو میبینید همینطوری سکسی داغون قشنگ معلومه پا رفته روشون حسابی. 300,000 تا اینا رفتن. ولی خب خوبی که این ماشین داره اینه که موتورش اصلا دست نخورده، یعنی کل ماشین شاید عوض، نه کلش که نه، ولی خب خیلی از جا ماشین عوض کرده طرف، ولی هر جا دست زده موتورش کامل دست نخورده است. یعنی یه رفرشی بکنی موتورش رو قشنگ جون میگیره. او اینجا این که مال خودمه، ولی اینا دیگه با دافاک. یه دونه نبات مفتی گیرم اومده، تجهیزات دزدی، قفل و نمیدونم واشر و سر بشکی و دستمال جقی و چسب رازی اسپانسر برنامه است. لطف کنید حتما لایک و سابش کنید. خب میرسیم به بخش زیبای دنده و دستی که همینطوری که میبینینش دستیش یه دیلدو تو کلش. های دقت کنید، نزدیک دقت گیرم یک بیلبیلکی توشه. متاسفانه
خود دکمه اینطوریه که فشارش میدی میکشی پایین، ولی دیگه بیرون نمیاد. دقت کن نگاه کن، بعد تا کامل بیرون نیادم درست کار نمیکنه. میدونی نگاه کن، برای همین این بیلبیلک رو کردن داخلش که وقتی دکمه رفت داخل بکشیش بیرون بیارش بالا. ببین میدی پایین بعد نمیاد، اینو میدی بیرون میکشی بالا. فهمیدید؟ حالا دنده یک جا میره، باید فاکینگ دنده 2 رو اینطوری بکشید. آره اینطوری نیست که راحت با یه انگوش بینگ بینگ جا بره. متاسفانه دنده 2 راحت خارج میشه، ولی اینکه بخوای بدی دنده 2 یکم سخت. آره دنده 1 خب آسونه، دنده 3 4 عقبش هم یکم سفته. آره نرم نیست. خلاصه اینو بدونید مثل یک دول شله. پایین چیه؟ آها این گفته بودی چیز ما رو شیشه بالا بره، میخواست عوضش کنه. حالا یک نگاهی به صندلی عقب بندازیم که واقعا دست نخورده است، چون که گفته تنها بوده معمولا صندلی عقبش استفاده ای نداشته طرف. البته پایینش نمی کنم چیزای خوبی پیدا کنم. سیم؟ what the fuck؟ آدم کشتم نگه اینجا. سیم میخوای چی کارت؟ خب دوستان الان وقتشه که برم بیرونش نشونتون بدم. داخلش رو تا جایی که تونستم نشونتون دادم. دیدید یه نکته دیگه هم هست که بهتون بگم، اینی که کولراش خرابن همشون و برم درست. البته خود کولرش نه، فنشون خرابه. آره درست بشه هستن. قول بابام هیچ وقت بدون سویچ ماشینو در نیاره. آره خب اینم از سویچ. خب دوستان به خاطر اینکه صدای باد می اومد دوباره حرفایی که داخل ویدیو زدم و بازگو میکنم. همونطور که میبینید رو کاپوتش لایکه و تا حد خیلی زیادی زنگ زده همه جاش، مخصوصا زیر چراغش. ولی خب دیگه از اون دوران کنده شدنش گذشته، دیگه کنده، یعنی تقریبا صفر شده. این زیرو که میبینید خورده به ستون، پایینش زنگ زدگی داره همینطور که میبینید. اینجا دوباره زنگ زدگی داره و کنده میشه با دست راحت. سپرش شله همینطوری که میبینید، لا سوراخه. آره این هم از پشت کونه پراید. آره داداش کونش. و همینطور که میبینید اینجا دیگه واقعا کنده شده سپرش، چون زنگ زده با دست راحت کنده میشه اینجا. اینم در بال کشه که دیگه ترکیده رسما. بیشتر زیرشه، کلا داغون شده این ماشین. یه رنگ اساسی احتیاج داره. اینجا تیر خورده انگار و چراغ زرده. خب همونطور که دیدید الان پیش خودتون فکر میکنید که پراید اصلا غیر ممکنه پراید 50 میلیون باشه. داری ما رو گول میزنی آقای ماهان، ما رو کسخل فرض کردی. ولی باید بگم که نه داداش، من تو رو کسخل فرض نکردم. من فقط کلیک بیت این ویدیو رو درست کردم. یعنی چه؟ یعنی که 50 میلیونشو نقدی میدم، بقیه‌شو قسطی میدم. دیگه بقیه‌اش چقدر؟ 150 تومن. 150 تومن چیزی نیست. اگر حس کردید که دارم گولتون میزنم، گول نخوردید، فقط توجهتون رو جلب کردم. حالا میخوام ببرم دوستم رو سورپرایز کنم با این ماشین مزخرف.